به نام خدا، من نرگس فولادوند هستم. در سریال فوتبالیست ها همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در نقش سوباسا اوزارا صحبت میکنم. به نام خدا، من شوکت حجت هستم و در این سریال جای ایشیزاکی صحبت میکنم. به نام خدا، من شایسته تاجبخش هستم. در سریال فوتبالیستا به جای تارومیساکی از تیم شاهین صحبت میکنم در سری اول. به نام خدا، هدیه نادی شهری هستم. در سریال فوتبالیستا جای تاکشی صحبت میکنم. به نام خدا، من مریم نوری درخشان هستم. در این سریال به جای تاکازوکی و ایوامی صحبت کرد. سوبا! چرا عکس العمل سریع؟ تا اومدم به خودم بیام از همه طرف محاصره شدم. سوبا دستمونو خوند و توپو به عقب پاس داد. درسته، چون تنها راه فرارش این بود که به عقب پاس بده. خیلی بد شد، خودم جلوشو میگیرم. ای داد، اگه سوبا نتونه عبور کنه من چه خاکی تو سرم بریزم.